چند روز است که رانندگان در بسیار نقطه‌های فروش سوزشواره قرقیزستان بنزین نوع 95 را پیدا کردن نمی‌توانند. فروشندگان نمی‌گویند که چرا این حالت پیش آمد، هرچند دیگر نوع سوزشواره فعلا در فروش هست. اخیراً ائتلاف وارد کنندگان نفت قرقیزستان مسئله را شرح داد و گفت ممکن است تمام نوع سوزشواره در این کشور کمچین شود. مشکلات پیش آمده در انتقال مواد سوخت از طریق قلمرو قزاقستان می تواند باعث کمچین شدن سوزشواری در قرقیزستان شود. این حالت می تواند در طول همگی 20 روز پیش آید. از این لحاظ مسئله باید در سطح حکومت‌های قرقیزستان و قزاقستان حل کرده شود. در اظهارات ائتلاف وارد کنندگان نفت آمده است شرکت قزاقستان تمیرژالی از 1 سپتامبر بدون شرح موافقه کردن حجم ماهانه انتقال محصولات را با قرقیزستان قطع کرد. همین طور به گفته ائتلاف شرکت راه آهن قزاقستان به سبب معین همه درخواست‌ها برای ماه اکتبر را رد کرده است. سبب این حالت را در وزارت اقتصاد قرقیزستان شرح دادند. این تنها یک پدیده موسمی است. سرباری زیاد شده است. وضع پیش آمده تنها به همین ربط دارد. در حال حاضر یگان سبب برای نگرانی جای ندارد. کمبودی سوزشواری درمان نمی شود. برای آنکه همه درخواست‌های اساسی و هم علاوگی موافقه کرده شدند. دیروز نمایندگان شرکت راه‌های آهن قزاقستان در آنجا بود، مذاکره گذشت. همه چیز موافقه شده است. برای همین یگان مشکل نیست. Все согласовали. Поэтому никаких проблем нет. مورد ذکر است که قبلا آردفروش‌ها در انتقال مال مشکل داشتند چون نتوانستند غله روسیه را توسط قزاقستان به کشور وارد کنند. مسئله تنها بعد دخالت رهبران قرقیزستان و قزاقستان حل شد. برای همین کارشناسان در بشکک این را استثنا نمی کنند که وضع پیش آمده در انتقال محصولات نفتی بیشتر آهنگ سیاسی دارد تا اقتصادی. من به دوستان تاجرم در قزاقستان زنگ زدم که آیا واقعا وضعیت چنین است؟ آنها گفتند که در راه‌های آهن یگان مشکل نیست. وقتی چیزی از نقطه نظر اقتصادی روشن نیست، پس معنای آن را دارد که شاید یگان سبب سیاسی وجود دارد. С точки зрения экономики, значит, что-то политическое, да? تقریبا همه مواد سوخت مورد نیاز قرقیزستان از روسیه توسط قزاقستان آورده می شود. اگر قبلا شرکت های وارد کننده قرقیزستان با مشکل کوات از استحصال کنندگان روسیه روبرو می شدند، اکنون انتقال سریع وقتی محصولات به اجازه شرکت راه آهن قزاقستان وابسته شده است.